عادتاً حیوانات مخلوقاتی هستند که از عقل و شعور بیگانه میباشند، اما در برنامه نوبتی برای شما چندی از حیوانات را نشان میدهیم که هوشیاری کردند و با هوشیاریشان انسانها را در حیرت گذاشتند. با عرض سلام و درود بی پایان برای شما دوستان و بینندگان گرامی، خوش آمدید به کانال تاپ 10 تاجیک. در برنامه نوبتی برای شما چندی از صحنه‌های را نشان خواهیم داد که در آن حیوانات هوشیارانه معامله کردند. پس تا آخر برنامه با ما همراه باشید. این مرد همراه میمون تنیسی روی میز بازی کرده ایستاده است. ببینید که این جانور در بازی کردن چه مهارت خوبی دارد. در صحنه نوبتی باشد گربه را میبینید که در قفس محکم است. او چنگالش را از قفس برآورده در قفس را کشاد و خود را آزاد ساخت. شیران بحری را بینید که با همدیگر والیبال بازی میکنند. چقدر بازی خوب و قاعدوی دارند این جانوران. معلوم می شود که این گربه خیلی تشنه شده است، به همین خاطر صبر نکرد تا صاحبش بیاید و رفته خودش چمک را کشاد و از آن آب نوشید. در صحنه نوبتی باشد ورزشگر سگ بوده با آدمان والیبال بازی میکند. گریلا فیلم غم‌انگیز تماشا کرده ایستاده است. در صحنه‌های غم‌انگیز فیلم او گریه میکند، در صحنه‌های خوشحالی باشد میخندد و در صحنه‌های رمانتیکی باشد خود را به آغوش میگیرد. اگر او دستانش را با زبانش ترک کرده به چشمانش بمالد، نشانه آن است که او گریه کرده ایستاده است، و اگر تنها لبانش را دارد گویا او خندیده ایستاده است، و اگر خود را به آغوش گیرد گویا صحنه رمانتیکی فیلم فرا رسیده است. اینجا باشد گربه‌ای که خودش در را میکشاید و همچنین گربه‌ای که در را تق تق میکند تا آن را برایش از درون کشایند. این هم یک شیمپانزه ورزشگر است که کاراته مشق میکند. شاید آینده میخواهد کاراتئیست خوب شود. پیشتر گربه را نشان دادیم که در را تق تق میکند تا آن را از درون برایش کشایند. این موش هم از گربه قفا ماندن نخواسته زنگوله را میکوبد تا در را برایش باز کنند. اما اینجا چند سوال به میان میآید. یکی این که مگر موش حیوان خانگی است؟ دیگر این که موش حجما خیلی خرد است و برای او بسته یا شدن بودن در هیچ فرقی ندارد. اگر یگان راه هم نباشد در یا دیوار را سوراخ کرده به خانه می درآید. پس از این فهمیده می شود که به احتمال زیاد این صحنه ساختگی باشد. شما چی فکر دارید؟ می توانید در کامنتاریا نویسید. حالا باشد سگ نوازنده. این سگ از روی نوت‌ها پیانین نواخته گویا سرایندگی هم میکند.